داستان یک شیدایی. نیکوکار مسجد آبی. اینجا دروازه اروپا به دنیاست. هامبورگ، دومین شهر پرجمعیت جمهوری فدرال آلمان. بندری زیبا، آمیخته از نور و آب و حرکت. اینجا زندگی جریان دارد. در دل هامبورگ نگینی فیروزه‌ای سراسر حضور و معنویت، همچون دروازه‌ای رو به آسمان، خانه دلدادگانی است که در هیاهوی مغرب زمین خدا را می‌جویند. مسجد امام علی علیه السلام و مرکز اسلامی هامبورگ. شهروندان هامبورگ در سرزمین صنعت و فلسفه این بنای آسمانی را که تجلی معماری و هنر شرقی است مسجد آبی می‌نامند. بنایی که افزون بر نیم قرن است که پایگاهی برای تعمیق و توسعه تفکر اسلام ناب بوده و پیام‌آور دوستی و معنویت است. قصه ما داستان شیدایی مؤمن وارسته است که سالها مسجد آبی را مأوای خود کرده و در برابر این محراب دلانگیز دست به دعا شده. حاج نصرالله اسدی. مردی با صفا که از سال 1962 میلادی ساکن آلمان شد و پس از تحصیل علم در رشته زمینشناسی همانجا اقامت گزید و ماندگار شد. غافل از این که هنوز دل در دیار جانان می‌تپد و تنها جرقه‌ای کافی است تا پرواز آغاز شود. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی یک اتفاق ساده بود. آقای اسدی یک مؤمن وارسته و شیفته‌ای هست که بعد از اینکه یکی از اطلاعیه‌های ما را در نشریات خارج از کشور برای کمک از بیماران نیازمند می‌خوانه، واقعاً واله و شیدای این اهداف انجمن میشه. تو یکی از اون روزنامه‌ها یه آگهی بود از ارومیه که نوشته محبت‌الله ما اینجا منطقه چی بگن سرطانیه و ما برای کمک به سرطانی این منطقه میخوام اینجا یک تأسیساتی را کمک بکنیم. آره من اینو تو اون مثلا که هفته خوندم، این در واقع جرقه بود تو دل من. از همون موقع به فکر رفتم که یه جوری کمک بکنم به اینا. رفتم به ایران، رفتم ارومیه. و این گونه بود که عشق آغاز شد. خودش میاد از نزدیک، با وجود اینکه اهل آذربایجان نیستند، میان از بیمارستان ما بدون اینکه ما خبر داشته باشیم از درمانگاه بازدید میکنه، میان اینجا و بعد تمام اندوخته و دارایی خودشون رو که برای روز مبادا کنار گذاشته بودن به انجمن اهدا میکنه و این پول برداشته شد و صرف ساخت بیمارستان و خرید تجهیزات بیمارستان شد. شما ظاهرا گفتن که تمام پسنداز بانکیتون رو برای این امید ارومیه اهدا کردید. این درسته؟ درسته. ولی تمکن مالی مگه دارید شما؟
چقدر تمکن مالی داشتید که کمک کردید هرچی داشتید برای؟ خب حالا یک کسی از میلیونه، یک کسی از میلیونه نیست. مهم اون نیست که چقدر میدی، مهم اونه که تو بدی. خدا که حساب نیست. یک کسی ممکن 1 میلیون بده اصلا به حساب نیاد، یکی ممکن 5 یورو به حساب بیاد. و من الحمدلله خوشحالم. یه زمانی بود که خب فکر کردم که بالاخره ما رفتن رسید. خدا میگه تو اونجا فقط همونو میگه به دادی. و من خدا کمکم کرد الحمدلله. کاری کردم. سرمایه‌گذاری برای آخرت کرد. بله الحمدلله. بله. امتزاج عشق و یقین محدوده نیکی و کمک‌های آقای نصرالله اسدی به بیماران مبتلا به سرطان انجمن امید رو به این کمک مالی با ارزش محدود نکرد. حاج نصرالله اسدی مرزهای مهربانی رو در نوردید و سفیر امید شد. 25 سال در آلمان در شهر هامبورگ در مسجد امام علی هامبورگ تمام روزهایی که مؤمنان برای نماز و برای مراسم دعا میان اونجا فعالیت میکنه و برای ما جذب کمک میکنه و جانانه کمک میکنه. این مال ایرانه که به امضای آقای خشابیه که رئیس چیزه. اینو ایشون یکی از اینا میپرستن، من 300-400 تا کتبی کردم و اینا رو تا میکردم بعد اینا میکردم تو این پاکت ها. اینو میکردم تو این پاکت. ما در ضمن یه دونم از این نان میزدم که مثلا عکس این بیمارستان و فلان اینا ساده اینا میذاشتم. این ستاره میذاشتم تو این پاکت و بعد شبای معینی، این شبای معین 3 شب در ماه مبارک بود، شبای قدر 3 شب قبل و 2 شبم توی ماه محرم، شب عاشورا و تاسوعا میرفتم دم مسجد و میستادم. موقعی که مردم میخواستن جلسه تماشایی بیفتن داد میزنم به کمک به سرطانی و فلان، بعد این رو تقدیم میکنم به مردم. اغلب اون مسجد از همه به اصطلاح ملیت ها اونجا شرکت میکنن، بین اینها تقسیم میکرد و بین اینهایی که به ما کمک میکردن خیلی وقتا بود که اسامی به اصطلاح غیر ایرانی و حتی اسامی غیر مسلمان وجود داشت که نتیجه تبلیغات آقای اسدی بود. ایشون افراد مؤثر و توانمندی را نیز با این انجمن آشنا کردند که خود اونها برای ما واقعاً یک یاوران بسیار بسیار مؤثری بودند که اومدن به انجمن، به بیمارستان، ساخت بیمارستان، تجهیز بیمارستان امید کمک کردند. حاج آقا نوبری هم خودشون ساکن همان شهر و جزو نمازگزاران و مراجعین مسجد امام علی هستند. به من زنگ می‌زدن که این آقای اسدی در سرمای زمستان، در گرمای تابستان دارن فعالیت میکنن و خیلی به من اصرار میکردن که وقتی ایشون یه چیزی را میخوان سریعا به ایشون برسونیم. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل صالح هر نوع که بکنی خدا دوست داره. اواخر دهه 80 شمسی بود که دست تقدیر آقای نصرالله اسدی خیر با صفای انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی رو درگیر بیماری سرطان کرد. روده بزرگم بود گرفت و اون در واقع منو وقتی آرزو کردن 4/5 روده بزرگ رو در بودن. این دیگه منو زمینگیر کرده. من که به ایشون تلفن زدم ایشون خیلی خوشحال بودن از اینکه گرفتار این بیماری شدن و گفتن که این یک نعمت الهی بوده که من بیشتر با مشکل بیماران مبتلا به سرطان آشنا بشم و بیشتر به این بیماران کمک کنم. آقای اسدی همچنان با عشق از داشته‌های انجمن امید ارومیه حکایت می‌کند. گویی در حال جذب مشارکت انسان نیکوکار دیگری است. بیماران زیادی بهش رجوع میکنن و این یک نعمت بزرگی تو منطقه و نه تنها برای ارومیه است، از عراق هم میان، از آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم میان، از ترکیه هم میان.
و الحمدلله این مؤسسه علل خصوص الان یه بیمارسرا داره که مثل 30 تا اتاقای مریض سود به قول نمیگن. از ایناست این بیماری که از شهرستان ها میان فلان خون ندارن دیگه مجبور نیستن برن تو این مصفه خونه ها اینا. و چون این بیماری هم یه چیزی باید یه هفته 2 هفته اونجا باشه واسه اون آزمایشات اینا. نفس‌های به شمار افتاده آقای نصرالله اسدی نازنین در آخرین روزهای بهمن 1397 کم رمق‌تر از همیشه شد و روح بلندش تنها چند روز پس از ضبط بخش پایانی این فیلم بار سفر بست و آسمانی شد. مرحوم نصرالله اسدی خیر نیکوکار مسجد آبی که در دیار غربت تنها میزیست شکرگویان به سوی معبود خویش شتافت. خیلی ممنونم از خدا، یه سعادتی است که اون بهم داده. الحمدلله. حال همه با هم میگوییم آقای نصرالله اسدی شما تنها نبوده و نیستید. خانواده امید در غم فقدان شما متألم و متأثر است و با قلبی مالامال از عشق بهشت وعده داده شده الهی و آرامش ابدی را برایتان مسئلت دارد. روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آذربایجان غربی امید. ارومیه، زمستان 1397.